شاید باورتون نشه ولی بنت مبارک. خب شما اول از همه که میرین توی بازی باید گرافیک بازی انتخاب کنید که وقتی انتخاب کردین کیر میشین، چون همه مرحله ها بسته است. بعد یکم میگردین تا میرسیم به اینجا، بهش پلیش میکنین و بله بازی اجرا میشه. کس ننش شأن کانالو ببین. بعد دست خرم به ما موجود نده، همشون بسته است. دست ده نکنه واقعا، ولی ما میتونیم به بنتن تبدیل بشیم. اومده اینجا کیر بخوری؟ من میتونم پرواز کنم چاقال. کیرم دهنت. شأن کانالو ببین. خب الان قاعدتا من باید بیفتم توی آب، ولی افتادم پشمام. ببین واقعا هیچ موجودی ندارم الان. من فقط به بنتن میتونم تبدیلش. بابا یه دقیقه نیا کیرم دهنت. پشمام یه ضربه. این آزموسا نگاه. سلام آزموس، خوبی؟ چون قلبم الان گرفته. خب الان مالوه رو اینا کیم؟ یا خدا این کیه؟ این چرا شبیه اون یهودیای توی کلاش آف کلنزه؟ این چرا اینجوریه؟ چرا اگرگور اومدی؟ چه وضعشه؟ بیا کسخل من اینجام. بیا کیر بخور حالا. شأن کانالو ببین. هلیکوپتر سلام، خوبی؟ الان کجا منو دید آخه؟ الان تو به این به تیر چراغ برقه میرسه منو نمیبینه. وای نمیشه یه موجود به ما بدی لطفاً؟ اینو دارم. این چیه الان؟ چرا اینجوریه؟ چه بلایی سر خودت داری میاری؟ این چرا اینجوریه؟ ها؟ هورا! شأن کانالو ببین. واقعا دوست دارم بدونم این ور تهش چیه. 6.5 hours later. ببین الان ماشین تا اینجا بیاد راه دیگه ای نداره، مجبوره بیفته پایین. الان دست دن نکنه واقعا. من خیلی خوشحالم از این قضیه. بیا کیرمو بخور. بیا کیرمو بخور. کیرمو بخور. شأن کانالو ببین. و بس دیگوره باباش. خب الان ما وارد بخش داستانی شدیم که میتونیم موجود برداریم. چرا اگرگور این رنگیه؟ خب واقعا زود مردش. خب الان ما با خود اگرگور رو میکشیم. فایت بین اگرگور که این ماستم مردش. دست دن نکنه واقعا. ببین اگه از اینجا بری بالا دیگه اینا نمیتونن بیان بالا، یعنی هوش مصنوعیشون در همین حده. نفهم چرا آخه. اومد کیر شدم. نه کسخل چرا رفته پایین؟ خب شاید باورتون نشه ولی این ویدیو هم همینجا تموم میشه. شب خیر.